شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2022 دادگاه‌های تاجیکستان 5508 پرونده را بررسی کردند و یک حکم سفیدکونی صادر نشده است. رئیس دادگاه عالی اظهار داشت که در نتیجه فعالیت خوب مقامات تفتیشاتی پیشکی یگان حکم سفیدکونی صادر نشده است. نسبت اشخاصی که جنایت صادر نکردند و یا شخصانی که تا حال گناهشان اثبات نشده است برای آغاز کردن پرونده جنایی حاجت نیست، افزود شاهیان. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و ناظران پیوسته از فعالیت نهادهای دادگاهی و تفتیشاتی تاجیکستان انتقاد می‌کنند. طبق معلومات رسمی در سال‌های 2020-2021 دادگاه‌های تاجیکستان درباره تقریباً 22000 پرونده جنایی حکم صادر کردند که تنها 12 پرونده جنایی سفید کرده شده است. در تاجیکستان مقامات حفظی حقوق در جریان تفتیشات پیشکی برای برقرار شوی حقیقت غمخواری نمی‌کنند. نتیجه افشای پرونده برای آنها مهم است. از این رو آنها برای به دست آوردن اقرار از بازداشت شدگان به هر گونه اصول‌های موجوده مراجعت می‌کنند. سپس آن دلیل اساسی حکم دادگاهی می‌گردد. همچنین مقامات حفظی حقوق در مبارزه با دیگر اندیشان و مخالفان رژیم امکان پررأی اختیار دارند که در این سمت آنها می‌توانند به زودی در منصب بالا روند. از این رو بافته‌شوی پرونده‌های جنایی با استخراج اقرارشوی توسط شکنجه بیرحمانه خیلی معمول شده است. دادگاه‌ها دیگر فکر نمی‌کنند که این اعتراف‌ها چگونه به دست آورده می‌شوند. دادگاه‌ها با قرار رئیس جمهور کشور تعیین می‌شوند و البته آنها تعیین شدن خود را باید سفید نمایند. میگوید یک همصحبت خبرها از دوشنبه که از وضع مقامات قدرتی واقف است.